ایلان ریو ماسک در 28 ژوئن 1971 در پورتوریوی آفریقای جنوبی به دنیا آمد و در کارنامه زندگیش تاکنون نام شرکت‌های صنایع فضایی اسپیس ایکس، خودروسازی تسلا، الکس کورپ، بورینگ، XAI، نورولینک و اوپن AI ثبت شده است. او فارغ التحصیل رشته فیزیک و علوم اقتصادی از دانشگاه پنسیلوانیا است. زندگی شخصی و فعالیت‌های اجتماعی او نیز به اندازه دستاوردهای حرفه‌ایش پر از جنجال و پیچیدگی بوده است. به ویژه روابط او با همسران مختلف، فرزندانش و اعتقادات خاص او همواره در کانون توجهات قرار داشته است. مرسی که کانال ما را انتخاب کردید. اگر هنوز هم عضو کانال ما نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما شوید و با فعال کردن زنگوله میتونید اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشه. پدر ایلان، ارول ماسک، مهندس الکترومکانیک و خلبان بوده. در آفریقا متولد شد و در انگلستان بزرگ شد. او مالک نیمی از معدن زمرد در زامبیا بود. مادر ایلان، می ماسک، متخصص تغذیه و مدل قدیمی اهل کانادا بود که بیشتر دوران کودکیش را در آفریقای جنوبی سپری کرده بود. ایلان یک برادر به نام کیمبال و یک خواهر به نام توسکا دارد که هر دو به طور مستقل در حوزه‌های خود فعالیت می‌کنند. ایلان از سنین پایین به تکنولوژی و کامپیوتر علاقه‌مند شد. در 10 سالگی پدرش برای او یک کامپیوتر خرید که موجب شد ایلان به دنیای برنامه‌نویسی و فناوری علاقه‌مند شود. او در 12 سالگی اولین بازی خود به نام بتا استار را طراحی کرد و به مبلغ $500 فروخت. این اولین قدم‌ها برای ایلان در مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین نوآوران جهان بود. در سن 18 سالگی ایلان به همراه برادرش کیمبال به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا تحصیلات خود را ادامه داد. در سال 1992 ایلان به دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده منتقل شد و در آنجا در رشته‌های فیزیک و اقتصاد تحصیل کرد. او در دوران تحصیل با خرید قطعات کامپیوتری و مونتاژ آنها برای همکلاسی‌ها کسب درآمد می‌کرد. در سن 24 سالگی ایلان و برادرش کیمبال شرکت زیپ تو را تأسیس کردند که در نهایت با فروش آن به کمپیک به مبلغ $307 میلیون ایلان 22.7 میلیون دلار درآمد کسب کرد. پس از فروش زیپ تو، ایلان به تأسیس سایت x.com پرداخت که به پیپل تبدیل شد. این شرکت در زمینه خدمات مالی و پرداخت‌های آنلاین فعالیت می‌کرد و در نهایت در سال 2002 توسط ایبی به مبلغ $1.5 میلیارد خریداری شد. در همان سال 2002 ایلان با مبلغ $175 میلیون اسپیس ایکس را تأسیس کرد. هدف این شرکت توسعه فناوری‌های فضایی و تولید موشک‌های قابل بازیابی بود. اسپیس ایکس موفق شد اولین موشک فالکون 1 را به فضا بفرستد و بعدها فالکون 9 و فضاپیمای دراگون را توسعه دهد. این موفقیت‌ها تحولی بزرگ در صنعت هوافضایی به شمار می‌آید. در زمینه خودروسازی ایلان ماسک در سال 2004 وارد شرکت تسلا موتورز شد. تسلا به زودی با ورود ماسک به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودروهای برقی جهان تبدیل شد. این شرکت اولین خودروی برقی خود را به نام تسلا رودستر در سال 2008 عرضه کرد و با تولید مدل‌های جدیدتر نقش مهمی در توسعه صنعت خودروهای برقی ایفا کرد. ایلان همچنین در سال 2006 به تأسیس سولار سیتی پرداخت، شرکتی که هدف آن تولید انرژی خورشیدی بود. این شرکت بعداً توسط تسلا خریداری شد و به تسلا انرژی تبدیل گردید. زندگی شخصی ایلان ماسک نیز همانند فعالیت‌های حرفه‌ایش پر از جنجال و حواشی بوده است. ایلان در سال 2000 با جاستین ویلسون هم دانشگاهی خود ازدواج کرد. این زوج صاحب 5 فرزند پسر، 2 قلو و 3 قلو شدند. اما این زندگی مشترک به جدایی انجامید و ایلان و جاستین در سال 2008 از یکدیگر جدا شدند. طبق قوانین آمریکا بخش قابل توجهی از ثروت ایلان در این طلاق به همسر سابقش رسید. پس از طلاق ایلان در سال 2008 با تلولا رایلی، بازیگر بریتانیایی، وارد رابطه شد و در سال 2010 با او ازدواج کرد. این دو در سال 2012 از هم جدا شدند، اما در سال 2013 به هم برگشتند. این ازدواج نیز دوباره در سال 2016 به پایان رسید.
ایلان در سال 2018 با گریمز خواننده کانادایی وارد رابطه شد و در سال 2020 صاحب اولین فرزند خود در این رابطه شد. نام این فرزند یک فرمول ریاضی است. این نام با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و توضیحات مختلفی در مورد معنی آن ارائه شد. تلفظ نام این فرزند به فارسی به این شکل است: XAEA12. در این نام X به متغیرهای ریاضی اشاره دارد، E به معنی هوش مصنوعی و عشق در چند زبان و A12 به یک هواپیمای محبوب بین ماسک و گریمز اشاره دارد. در دسامبر 2021 ایلان و گریمز صاحب فرزند دوم خود شدند که نام او را اگزا دارک با نام مستعار وای گذاشتند. این فرزند از طریق رحم اجاره‌ای به دنیا آمد. با وجود اینکه این زوج در همان سال از هم جدا شدند، همچنان با یکدیگر دوست هستند و به طور مشترک از فرزندان خود مراقبت می‌کنند. در سال 2022 ماجرای ارتباط عاطفی بین ماسک و شیوان زیلی مدیر اجرایی نیورولینک مطرح شد و بر طبق اسناد منتشر شده در نوامبر 2021 آنها صاحب فرزندان دوقلو شده بودند که چند هفته بعد از آن فرزند دوم ایلان و گریمز به دنیا آمد. از جمله دیگر جنجال‌های ایلان ماسک ارتباط او با امبر هرد بازیگر آمریکایی بود. در سال 2022 رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند که نشان می‌داد ایلان با امبر هرد در رابطه بوده است. این روابط به شدت از سوی رسانه‌ها دنبال شد، به خصوص بعد از اینکه همسر سابق امبر هرد جانی دپ او را به خیانت متهم کرد. جانی بعداً از امبر طلاق گرفت و ادعاهایی درباره رفتارهای خشونت‌آمیز او مطرح کرد. با این حال ایلان ماسک و امبر هرد هر گونه رابطه عاشقانه را رد کردند. ایلان ماسک همچنین در زندگیش مشکلاتی با رسانه‌ها و فضای عمومی داشت. در سال 2020 ماسک به طور علنی اعلام کرد که مبتلا به سندرم عصبی آسپرگر است. این بیماری اختلالات رشد عصبی است که باعث بروز مشکلات در ارتباطات اجتماعی و رفتارهای تکراری می شود. ایلان همچنین همیشه در نظر داشت که برای آینده بشریت برنامه‌های بزرگتری داشته باشد. او از سالها پیش حرف خود را سفر بشر به مریخ و ایجاد یک تمدن جدید در این سیاره می‌داند. به همین دلیل پروژه‌های زیادی برای توسعه فناوری‌های فضایی در اسپیس ایکس و دیگر شرکت‌های خود راه اندازی کرده است. یکی از پروژه‌های جنجالی او استفاده از بمباران‌های هسته‌ای برای تبدیل مریخ به سیاره قابل سکونت بود. ایلان ماسک در کنار دستاوردهایش همواره شخصیت پیچیده‌ای داشته است. او نه تنها با فعالیت‌های اقتصادیش بلکه با اعتقاداتش در مورد آینده بشریت و تکنولوژی در کانون توجه قرار دارد. باورهای دینی و فلسفی او نیز همیشه مورد بحث بوده است. ایلان گفته است که او باور دارد که یک توضیح علمی درباره اثبات وجود جهان هست که ممکن است آن را خدا بنامند. ایلان ماسک در حال حاضر یکی از ثروتمندترین افراد جهان است. در سال 2021 او با دارایی خالص 185 میلیارد دلار به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد. اما او به خاطر خرید توییتر و کاهش ارزش سهام تسلا در سالهای بعد با زیانهای زیادی مواجه شد. با این حال در سال 2023 با دارایی خالص حدود 192 میلیارد دلار هنوز یکی از ثروتمندترین افراد دنیا بود. از اواخر دهه 20 مشارکت‌های سیاسیش تقریباً به طور کامل به حمایت از جمهوری‌خواهان تبدیل شد. در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به هیلاری کلینتون رأی داد و عنوان کرد که در انتخابات میان دوره‌ای 2020 آمریکا به جو بایدن رأی داده، اما سال 2022 گفت که دیگر نمیتواند از دموکرات‌ها حمایت کند، زیرا آنها حزب تفرقه و نفرت هستند و در توییتی رأی دهندگان مستقل را تشویق کرد که در انتخابات 2022 آمریکا به جمهوری خواهان رأی دهند. او سرانجام طی چند ماه اخیر حمایت‌های بسیاری از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کرد که بر همین اساس او را می‌توان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا در نظر گرفت. این شخصیت نوآور و کارآفرین به دلیل مشغله کاری زیادش اوقات فراغت محدودی دارد، اما فعالیت‌های شخصی خود را با برنامه‌ای به شدت منظم اجرا می‌کند.
از شما ممنونیم که با لایک کردن و نوشتن نظر خود در کامنت ها از ما حمایت میکنید. بدرود.